این ویدیو برای حافظان قرآن است. اگر میخواهید یک صدای خوب داشته باشید، گلوتان در وقت قرائت کردن خشکی نکند و صدای بسیار زیبایی داشته باشید و گلوتان برای این آماده باشد تا بتوانید از قاریان بزرگ جهان شما تقلید کرده. بس این ویدیو را تا آخر ببین، چون سه چیز را برای تو معرفی میکنم که بسیار برای صدایت مفید است. اولین چیز زنجبیل، دوم نعنای تازه و سوم دارچین. این سه چیز را که برایت معرفی کردم، اینها را با آب جوش میتین. اول کلشو با هم مخلوط میکنین، با آب جوش میتین و شبانه از یک گیلاس قبل از که خواب شدین بعد از غذا استفاده میکنین. این چی فایده هایی دارد؟ یکی از فایده های این است که گلوت رو صاف میکند و مویرگ هایی که در گلونه است برای صدا بسیار این چیزهای براتون گفتم برایشان مفید است. و دیگر این که خشکی گلون برای تو در وقت قرائت کردن پیش نمیشه و البته شرط این است که این رو استفاده کنی برای 1 ماه 2 ماه 3 ماه الی 4 ماه که کلان گلونت از این چربی پاک شود. در وقت غذا خوردن چربی ها رو گلون می پوشاند، اما این چیزها را که گفتم برای صاف کردن گلون و برای برطرف کردن خشکی گلون بسیار مفید است. پس از اینا استفاده کن. اگر می خواهی که بسیار آگاه شوی، پس چینل ما را سابسکرایب کن تا باشد که من هم ویدیوهای بیشتری برای حافظان قرآن بسازم تا یک صدای رسا و دلنشینی داشته باشند. و سلسله ویدیوها ادامه دارد، پس ما را حمایت کنید.